الان من یه شناخت کلی از بازار ارزهای دیجیتال دارم و میخوام برم سراغ قسمت دوم این آموزش، ببینم چه گام هایی رو باید بردارم، بریم نقشه راهمون رو ترسیم کنیم و گام هامون مشخص بشه که چه گام هایی هستن که ما رو به کسب درآمد از بازار ارزهای دیجیتال میرسونن. این ابتدا و انتهای مسیریه که ما قراره با همدیگه همراه باشیم. این ابتدا کجاست؟ ابتدا جایی که ما الان هستیم و هیچ اطلاعاتی راجع به بازار ارزهای دیجیتال نداریم. و این انتها کجاست؟ انتها جاییه که ما به کسب درآمد از بازار ارزهای دیجیتال رسیدیم. اینم مسیرمونه دیگه. برای اینکه به این نقطه برسیم، یعنی کسب درآمد از بازار، ما لازم داریم توی این مسیر 10 تا گام رو برداریم و اونها رو پیاده سازی کنیم تا به کسب درآمد از بازار ارز دیجیتال برسیم. اما اون گام ها چیا هستن؟ گام اول اینه که من بیام یک درک درستی از بازار ارزهای دیجیتال پیدا کنم. ببینم جریان و فلسفه بازار ارزهای دیجیتال چیه. من که میخوام بیام توی این بازار سرمایه گذاری کنم، فعالیت کنم، اصلا قراره تو چه زمینی بازی کنم؟ این بازار تو چه لول از ریسکی قرار داره؟ تو چه لول از سوداوری قرار داره؟ پروژه هایی که داخلش هستن چیا هستن؟ ببینین، درک کردن یه چیزی با بلد بودن یه چیزی خیلی فرق میکنه. من فقط دکمه خرید و فروش رو بلد باشم با اینکه درک درستی از بازار ارز دیجیتال داشته باشم خیلی متفاوته، نتایج خیلی متفاوتی رو داره. یه سری ها فکر میکنن چون مثلا بلدن با صرافی کار کنن، نمیدونم دکمه خرید رو بلدن، دکمه فروش رو بلدن، دیگه کار راه افتاده. اما اصلا اینطوری نیست. پس من لازم دارم که یک درک درستی از بازار ارزهای دیجیتال داشته باشم. اگر درک درستی از بازار ارزهای دیجیتال داشته باشم، در درجه اول تخصیص منابع درستی هم دارم. پس من نتیجه درک درست، اولین نتیجهش اینه که من تخصیص منابع درستی رو توی این بازار انجام میدم. هر منبعی رو وارد بازار نمی کنم. نتیجه این درک درست انتخاب درست پروژه هاست. پروژه هایی که سودآور هستن. کسی که درک درستی داره نسبت به بازار ارزهای دیجیتال، خب میشناسه ریسکای بازار رو، نقاط خالی بازار رو. مثلا یه پروژه میاد یک نقطه خالی رو پر میکنه، سری میره روی اون سرمایه گذاری میکنه. چرا؟ چون این بازار رو درک کرده، بازار رو شناخته، میدونه کجاها جای خالی وجود داره. به محض اینکه پروژه میاد اون جای خالی رو پر بکنه، سریع روی اون سرمایه گذاری میکنه و نتایج خیلی خیلی خوبی رو از خودش به جا میذاره. من چطوری میتونم درک درستی از بازار ارزهای دیجیتال داشته باشم؟ یکی از بهترین کارهایی که میتونیم برای درک کردن بازار داشته باشیم، بیایم ببینیم پروژه های داخل بازار اصلا چیا هستن. چند تا رمزارز برتر بازار داستانشون چیه؟ داستان بیت کوین چیه؟ داستان اتریوم چیه؟ ریپل چیه؟ دوج کوین چیه؟ تتر چیه؟ اصلا اینا با چه هدفی اومدن وارد بازار ارز دیجیتال شدن؟ بلاکچین که بیس بازار ارزهای دیجیتاله چیه؟ کاربردهای دیگه این بلاکچین چیه؟ قراردادهای هوشمند چیان؟ پروف آف ورک چیه؟ پروف آف استیک چیه؟ وقتی من اینا رو یاد بگیرم و یک علمی نسبت به اینا داشته باشم، اینجاست که درک درستی از بازار برای من حاصل میشه. پس گام اول من این شد که بیام یک درک درستی از بازار ارزهای دیجیتال داشته باشم. گام دوم اینه که بیام با بازار هم ادبیات بشم، با فعالین بازار ارز دیجیتال هم ادبیات بشم. هر بازاری ادبیات خودش رو داره که تو دل این ادبیات یه سری مفاهیم پایه نهفته است. هر کسی که میخواد توی بازار فعالیت کنه لازم داره به این مفاهیم مسلط باشه. چیزی که ما توی این آموزش مثلا مثال زدیم و آوردیم
که ماکس ساپلای چی باشه، توتال ساپلای چی باشه، سرکیولیتینگ ساپلای چی باشه، ATH چی باشه، ATL چی باشه. اینا رو تو این آموزش تو قسمت بیت کوین اینا رو یکی یکی گفتم. الان تک تک معنی اینا رو میگم. ماکس ساپلای به بیشترین تعداد رمزارزی که از به بیشترین تعداد توکن یا کوینی که از یک رمزارز وجود خواهد داشت، از یک پروژه وجود خواهد داشت. برای مثال بیت کوین آوردیم، گفتیم بیشترین تعدادی که از بیت کوین وجود خواهد داشت 21 میلیون تاست. پس من لازم دارم هم ادبیات شده باشم با این بازار تا این مفهوم ماکس ساپلای رو درک بکنم. توتال ساپلای رو مثال زدیم. توتال ساپلای چیه؟ به تعداد رمز ارزهایی که الان در حال حاضر از اون پروژه وجود داره، به تعداد کوین یا توکنی که در حال حاضر ضرب شده میگن توتال ساپلای. سرکیولیتینگ ساپلای چیه؟ سرکیولیتینگ ساپلای به توکن یا کوین های در گردش یه پروژه میگن سرکیولیتینگ ساپلای. وقتی من این ادبیات رو بهش مسلط باشم، توی تحلیل هام از این میام استفاده میکنم، اینا رو چک میکنم، تکلیفم با عرضه و تقاضا تا حدی مشخص میشه. وقتی میخوام یه ارز دیجیتالی رو تحلیل بکنم، اول میام نگاه میکنم خب اینا یه داده های کمی به من میده، ماکس ساپلایش چقدره، توتال ساپلایش چقدره، سرکیولیتینگ ساپلایش چقدره. بعد میام قیمتش رو نگاه میکنم، قیمتش چقدره، ATHش چقدره. گفتیم ATH مخفف All Time High، به بیشترین قیمتی که یک رمزارز در طول عمر خودش تجربه کرده میگیم ATH. ATL چیه؟ ATL مخفف All Time Low، به کمترین قیمتی که یک ارز دیجیتال توی عمرش تجربه کرده میگیم ATL اون رمزارز. خب من وقتی میخوام ارز دیجیتالی رو بخرم، میام قیمتش رو نگاه میکنم، میبینم اون قیمت با ATHش چقدر فاصله داره، از ATLش چقدر فاصله داره. برای اینکه این مفاهیم رو من بدونم و بهش مسلط باشم، لازم دارم قبلش با بازار ارزهای دیجیتال هم ادبیات شده باشم. اما چطوری با بازار هم ادبیات بشم؟ حدود 100 تا اصطلاح هست، حدود 100 تا مفهوم هست که اینا رو من باید یاد بگیرم، لازم دارم که یاد بگیرم تا با بازار ارزهای دیجیتال هم ادبیات بشم. گام دوم رو برداشتم، میرم سراغ گام سوم. گام سوم من اینه که یک جعبه ابزار حرفه‌ای داشته باشم، یک جعبه ابزار فوق حرفه‌ای داشته باشم. چون هر ابزاری رو نمیشه تو موقعیت‌های یکسان استفاده کرد. من از یک ابزار تو موقعیت‌های مختلف نمیتونم ازش استفاده کنم. باید برای هر موقعیتی یک ابزاری داشته باشم. برای مثال من میخوام تو بازار ارز دیجیتال راجع به یک رمزارز یه سری اطلاعات به دست بیارم، راجع به خود اون رمزارز، راجع به خود اون پروژه. میرم تو یه سایت اینو در میارم، میخوام با قیمتش رو تحلیل کنم، تو یه سایت دیگه میرم اینو تحلیل رو انجام میدم. پس برای این کار من لازم دارم که یک جعبه ابزار حرفه‌ای داشته باشم. یکی از چیزهایی که تو جعبه ابزارمون باید داشته باشیم، لازم داریم که داشته باشیم، کار با 2 تا سایت کوین مارکت کپ و تریدینگ ویوه. ما لازم داریم مسلط بشیم به این 2 تا سایت. چطوری واچ لیست درست کنیم؟ واچ لیست چیه؟ ببین تعداد رمز ارزهایی که توی بازار وجود داره خیلی زیاده، ما نمیتونیم همه رو در زیر نظر بگیریم تا بخوایم روشون سرمایه گذاری انجام بدیم. به خاطر همین از بین این ارزهای دیجیتال یه سری ارزهای دیجیتال رو انتخاب میکنیم که اینا رو زیر نظر داشته باشیم. اینو تو چه برنامه انجام بدیم، با چه برنامه انجام بدیم که به صورت منظم این کار انجام شده باشه. پس لازم داریم تو جعبه ابزارمون یه برنامه‌ای داشته باشیم که واچ لیستمون رو به صورت حرفه‌ای چیده باشیم. چطوری بریج بزنیم؟ یاد بگیریم که توش بخوایم بریج بزنیم، بیشتر به خاطر ایردراپ ها و اینا، توی جعبه ابزارمون باید مجهز شده باشیم به بریج زدن.
منبع اصلی اخبار و اطلاعات کدام سایت ها هستن؟ من اخبار و اطلاعات دقیق و درست رو از کجا بگیرم؟ پس باید کار با سایت های اخبار و اطلاعات رو که اخبار اطلاعات رو منتشر میکنن بشناسم، معتبراش رو بشناسم و اونا رو دنبال بکنم. یه سری افراد تاثیرگذاری توی هر بازاری هستش، مثلا وارن بافت تو بازار سهام، یه سری افراد هستن که توی بازار ارزهای دیجیتال خیلی تاثیرگذارن. اینا چه کسایی هستن؟ شبکه اجتماعی بازار ارزهای دیجیتال تقریبا شبکه اصلی بازار که فعالین بازار تو اون فعالیت میکنن توییتر قدیم، ایکس جدیده. خب من باید اونایی که لازم دارم، اونایی که توی این شبکه اجتماعی در مورد ارزهای دیجیتال فعالیت میکنن رو دنبال کنم، بشناسمشون، نظراتشون رو بخونم، اونا چه کسایی هستن. پس گام سوم من اینه که بیام یک جعبه ابزار حرفه‌ای برای خودم بسازم، یک جعبه ابزار فوق حرفه‌ای بسازم که تو موقعیت‌های مختلف ابزار مناسب موقعیت رو استفاده کنم. خب یواش یواش کار حرفه‌ای من داره شروع میشه، میرم سراغ گام چهارم. گام چهارم چیه؟ گام چهارم ساخت شناسنامه برای هر ارز دیجیتاله. من برای اینکه سرمایه گذاری بکنم روی ارزهای دیجیتال باید یک شناسنامه از این ارزهای دیجیتال داشته باشم، ببینم مثلا این ارز دیجیتال چه مسیری رو طی کرده تا امروز به اینجا رسیده. یه شناسنامه از این ارز دیجیتال توی دستم باشه، وقتی میخوام روش سرمایه گذاری کنم نگاه کنم بگم این گزینه هاییه که این مسیریه که این طی کرده و از روی این شناسنامه است که میتونم ارزهای دیجیتال مناسب سرمایه گذاری رو پیدا کنم، مناسب ترید رو پیدا کنم. مثلا یک ارز دیجیتالی مناسب سرمایه گذاری بلند مدته، یک ارز دیجیتال مناسب سرمایه گذاری میان مدته، یک ارز دیجیتال مناسب تریده. اصلا این چه مسیری رو طی کرده، دامیننسش چه مسیری رو طی کرده. یه جمله میگم، حتما اینو یادداشت بکنید. هر جایی که بازار رو نفهمیدین، بازار رو درک نکردین، بیاین برای ارزهای دیجیتال شناسنامه درست کنید. مخصوصا برای کسایی که میخوان تازه وارد بازار ارز دیجیتال بشن، شناسنامه رو درست میکنین، داده ها توی ذهنتون مرتب میشه. فرض کنین من یه سری اطلاعات دارم توی ذهنم به این صورت، یه سری اطلاعات اینجوریه، یه سری اینوریه، 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 یه سری اینوریه. خب اینا نمیتونه به من کمک بکنه تصمیم درستی بگیرم. وقتی من شناسنامه برای ارزهای دیجیتال درست میکنم، تقریبا داده ها و اطلاعاتم به این صورت منظم میشه، همه در یک راستا میشه. نگاه کنین، همه در یک راستا قرار گرفته و ایناست که به من کمک میکنه تصمیم درستی رو بگیرم. ایناست که در یک راستایی، یکی اینور یکی اونور نیست. خب همه اینا تو یه راستا قرار گرفته، این نتیجه بزرگ رو به من میده. پس من به صورت حرفه‌ای بخوام با کار بکنم، لازم دارم این ارزهای دیجیتال رو براشون شناسنامه ساخته باشم. اگر شناسنامه هم دارید، بازار رو نفهمیدین، ندونستین که روی کدام رمزارز سرمایه گذاری بکنین، سریعا سر میزنین به یه شناسنامه ارزهای دیجیتال، از بین اونا انتخاب میکنین که چه رمز ارزهایی توی سبد سرمایه گذاریتون یا تریدتون باشه. خب حالا من چطوری این شناسنامه رو درست بکنم؟ کجا این شناسنامه رو درست کنم؟ یکی از بهترین جاهایی که میتونیم شناسنامه رو درست کنیم اینه که بیایم رو اکسل درست کنیم. اما چطوری روی اکسل درست کنیم؟ برای اینکه شما ایده بگیرید که چطوری این شناسنامه رو درست کنید، من یه تیکه از شناسنامه ای که فقط یه تیکه شو
از شناسنامه‌ای که با بچه‌های ترم 1 تربیت تحلیلگر و معامله‌گر ارز دیجیتال کار کردیم رو برش زدم و تو اسلاید بعدی آوردم که ببینید، ایده بگیرید و بتونید شناسنامه درست کنید برای ارزهای دیجیتالی که میخواین روشون سرمایه گذاری انجام بدید. خب بذارید اینو من زوم کنم. خب اگه این کمک بکنه که خب این شناسنامه چجوریه؟ اول اومدیم نماد ارز دیجیتال رو نوشتیم توی این ستون. گفتیم هر ارز دیجیتال یک نمادی داره دیگه. این نماد رو نوشتیم و بعد اومدیم نام اون ارز دیجیتال رو نوشتیم که مشخص بشه نمادش چیه، نامش چیه. حالا مارکت کپ هم تو این قسمت آوردیم دیگه، این نماد نداشت، مارکت کپ رو نوشتیم. بعد اومدیم گفتیم آقا این ارز دیجیتاله اصلا تو چه دسته‌بندی قرار میگیره، تو چه گروهی قرار میگیره. گروهش رو مشخص کردیم. کوین یا توکنه، تو این قسمت اومدیم کوین یا توکن بودنش رو مشخص کردیم. رتبهش توی بازار چیه؟ توی سایت کوین مارکت کپ چه رتبه‌ای داره؟ رتبهش رو مشخص کردیم. ماکس ساپلایش چقدره؟ توتال ساپلایش چقدره؟ سرکیولیتینگ ساپلایش چقدره؟ ATHش چقدره؟ ATLش چقدره؟ قیمت لیست شدنش تو سایت کوین مارکت کپ، این CMC مخفف کوین مارکت کپه. قیمت لیست شدنش تو سایت کوین مارکت کپ چقدر بوده؟ و همه اینا رو مشخص کردیم. البته اینا گفتم یه شناسنامه خیلی بزرگ، تغییرات رتبه، تغییرات دامیننس، مارکت کپ، همه تغییراتش ثبت شده و وقتی به این شناسنامه نگاه میکنیم کاملا دستمون میاد که داده ها توی ذهنمون مشخص میشه که به چه صورته. پس گام چهارم من این شد که بیام یک شناسنامه درست کنم. الان من گام اول رو برداشتم، درک درستی از بازار ارز دیجیتال دارم، با بازار ارز دیجیتال هم ادبیات شدم. تو گام سوم اومدم جعبه ابزار فوق حرفه‌ای خودم رو ساختم. گام چهارم اومدم برای هر ارز دیجیتالی شناسنامه ساختم. یواش یواش میخوام وارد بازار ارز دیجیتال بشم. برای اینکه وارد بازار ارز دیجیتال بشم، خرید و فروش انجام بدم، من لازم دارم که صرافی ها رو بشناسم و یه صرافی انتخاب کنم و نحوه کار کردن با اون صرافی یا دکس رو یاد گرفته باشم. خب صرافی کجاست؟ صرافی جاییه که ما میریم اونجا ارزهای دیجیتال رو معامله میکنیم. صرافی یه بستری رو فراهم کرده که خریدار و فروشنده ارزهای دیجیتال به همدیگه میرسن و با همدیگه معامله انجام میدن و بابت این معامله یه کارمزد کوچیکی این صرافی میگیره. گفتیم این صرافی‌های ارز دیجیتال مخصوص خود ارز دیجیتال هستن. یعنی این صرافی‌هایی نیستن که سر کوچه و خیابون و اینا میبینیم تابلوشون هستن. اینا رو بستر اینترنتن، ما میریم روی اینا حساب باز میکنیم و مدارکمون رو میگیرن، احراز هویت میشیم تو صرافی تا بتونیم معامله انجام بدیم. پس من وقتی میخوام یک ارز دیجیتالی رو بخرم، میرم توی صرافی اون رو میخرم. میخوام یه ارز دیجیتالی رو بفروشم، اون رو میرم توی صرافی میفروشم. تو پرانتزم بگم ما میتونیم این معاملات رو تو خودمون انجام بدیم بدون واسطه صرافی. خب اما صرافی جاییه که خریدار و فروشنده های زیادی هستن دیگه. خب ما میریم اونجا معامله انجام میدیم. حالا برای اینکه معامله کنیم ما ایرانی ها، برای اینکه توی صرافی کار بکنیم، لازم داریم یک صرافی ایرانی و یک صرافی خارجی باهاش کار کردن باهاش رو بلد باشیم و توی یه صرافی ایرانی حساب باز کرده باشیم و توی یک صرافی خارجی. حالا چرا صرافی ایرانی؟ دلیلش اینه که ما تحریم هستیم. به خاطر تحریم ها ما نمیتونیم مستقیما توی صرافی های خارجی پول واریز کنیم. پس
اون پولمون رو که حالا ریاله رو قبل اینکه بخوایم وارد صرافی خارجی کنیم میبریم توی صرافی ایرانی واریز میکنیم، اون رو تبدیلش میکنیم به یک ارز دیجیتالی و اون رو انتقالش میدیم به یک صرافی خارجی. همینجا یه نکته ای رو بگم، اگر دارین توی بازار ارز دیجیتال فعالیت میکنین، هیچ موقع به صورت مستقیم از یک صرافی ایرانی به یک صرافی خارجی ارز واریز نکنید، مخصوصا ارز دیجیتالی مثل تتر رو. اگه میخواین این کار رو انجام بدین، بهتره که از یه سری ارزهای دیجیتال که پرایوسی کوین هستن، تو دسته پرایوسی ها، حریم خصوصی ها قرار میگیرن، از اونا استفاده کنید که فی تراکنش خیلی کمی هم دارن. حالا من توی صرافی ایرانی حساب باز کردم، پولم رو ریختم، تبدیل کردم به یک ارز دیجیتالی. اولا چرا باید توی صرافی خارجی حساب باز کنم؟ دلیلش اینه حجم معاملات توی صرافی‌های خارجی خیلی زیاده. برای مثال من میخوام بیت کوینم رو توی صرافی ببرم بفروشم، خب اگه یه صرافی خارجی باشه، چون حجم معاملات زیاده، تعداد کسایی که فعالیت میکنن زیاده، خب این کار زودتر انجام میشه. پس حجم معاملات که بالاه، این کار زودتر انجام میشه. برای منم بهتره که تو یک صرافی خارجی حساب داشته باشم و روی یک صرافی خارجی کار بکنم. بعضا کارمزداشون هم خیلی خیلی پایینه و ارزهای دیجیتالی که توی صرافی خارجی هستن خیلی بیشتر از صرافی های ایرانیه. خب از اون طرف این صرافی های خارجی یه سری چیز دارن، یه سری به ما گفتم قابلیت میدن که تا چندین برابر سرمایه‌مون رو میتونیم وارد معامله کنیم. این صرافی های خارجی هستن که این امکانات رو به ما میدن. البته یکی از فکر کنم صرافی ایرانی هم این کار رو انجام داده. پس ما لازم داریم یک صرافی ایرانی و یک صرافی خارجی رو توش حساب باز کرده باشیم و روی اون معامله انجام بدیم. اینجوری است که روی موبایل یا روی لپتاپتون هم میتونید با اینا کار کنید. یعنی در حقیقت باید رو این گوشی یا لپتاپ کار کنید دیگه. اما من چطوری میتونم ارزهای دیجیتال رو زودتر از بقیه بخرم؟ برای این کار من لازم دارم کار با دکس ها رو بلد باشم. دکس چیه؟ دکس مخففه Decentralized Exchange. خب ما دو نوع صرافی داریم. یه نوع صرافی های متمرکز، مثلا مثل بایننس و کوکوین و کوینکس و اینا. یه سری صرافی غیر متمرکز داریم که اینا بر اساس قراردادهای هوشمند هستن که کار میکنن. ارزهای دیجیتال هم که معمولا میخوان تازه وارد بازار بشن، خب میان توی این صرافی های دیسنترالایز یا دکس ها لیست میشن. پس اگه من میخوام زودتر از بقیه ارزهای دیجیتال رو بخرم، لازم دارم که کار با دکس ها رو بلد باشم. اما این ارزهای دیجیتال رو خریدم، حالا میخوام این ارزهای دیجیتال رو نگهداری بکنم. کجا این ارزهای دیجیتال رو نگهداری بکنم؟ برای اینکه ارزهای دیجیتال رو تو یک بستر امنی نگهداری بکنم، من لازم دارم که کار با کیف پولها رو بلد باشم و یاد گرفته باشم چطوری با کیف پولها کار بکنم. خب اما کیف پول چیه؟ کیف پول یک بستریه برای نگهداری ارزهای دیجیتال. یه اپلیکیشنیه، مثلا اگه از کیف پولهای موبایلی داریم استفاده میکنیم، یه اپلیکیشنیه که روی موبایلمون نصب میشه، ارزهای دیجیتالمون رو توی اونا میریزیم و توی اونا نگهداری میکنیم. این اپلیکیشن مختص خودمونه، خود شماست که این حساب رو باز کردین، کلید عمومیش، کلید خصوصیش دست خودمونه و وقتی میخوایم ازشون استفاده کنیم تمام اطلاعاتمون دست خودمونه. پس کیف پول یک بستریه که توی اون ارزهای دیجیتال رو نگهداری میکنیم. اما انواع انواع کیف پول ها
کیف پول بستری برای نگهداری ارزهای دیجیتاله که گفتیم یه اپلیکیشن یا یه چیزی که روی یه برنامه‌ای که یا روی دسکتاپ بنا به استفاده شما و نصب کردن شما، حالا شما با کیف موبایلی استفاده میکنی، رو موبایلت نصب کردی، رو دسکتاپی استفاده میکنی، روی دسکتاپت نصب کردی، گاهن تحت وبن که روی کرومت مثلا و نصب میشن. اما انواع کیف پول اینو بیشتر الان توضیح میدم. انواع کیف پول ها چه کیف پول هایی هستن؟ کیف پول ها به دو دسته کلی تقسیم میشن: کیف پول های گرم یا هات ولت، یا کیف پول های سرد یا کولد ولت. کیف پول های گرم کیف پول هایی هستن که دائما به اینترنت وصل هستن. خب به اینترنت کاملا وصلن دیگه، به خاطر همین میگیم کیف پول های گرم یا هات ولت. کیف پول های سرد کیف پول های سخت افزاری هستن که ما وقتی میخوایم از اینا استفاده کنیم اینا رو میایم روی بستر میایم به اینترنت وصل میکنیم و ازشون استفاده میکنیم و وقتی هم که تموم شد دیگه ارتباطشون با اینترنت قطع میشه و این یک لایه امنیتی رو به وجود میاره. دیگه دائما دسترسی به اینترنت نداره و خطر هک شدن کیف پول‌های سخت افزاری خیلی کمه. برای اینکه ببینین آشنا بشین، من کیف پول خودمو که من ولت لجر نانو ایکس استفاده میکنم، برای اینکه ببینید و آشنا بشید این ولته. خب اگه میبینید، حالا گرفتم جلوی آره این ولت لجر نانو ایکس، یکی از ولت های سخت افزاریه، یه همچین چیزیه، سخت افزاره دیگه. اینجوری نیست که روی موبایل، البته برنامه داره نصب میشه ولی من میگیرم جلوی صورت خودم که شما ببینید. خب این یک کیف پول سخت افزاریه، خیلی خیلی امنیت بالایی داره. لجر نانو ایکس یکی از ولت های خوب بازاره. اگر خواستین تهیه کنین، من خودم از این استفاده کردم و راضی هستم. البته شکل‌های مختلفی هم دارن. خب من از لجر استفاده میکنم. اینو وصل میکنیم به اینترنت، کارمون که تموم شد این قطع میشه دیگه، کاری نداریم با این. به این صورت این حالا به این صورت دیگه یه چیزی سخت افزاریه. خب من میخوام وقتی استفاده کنم اینو به اینترنت وصل میکنم و استفادهم که تموم شد اینو آفلاینش میکنم. اینا امنیت خیلی خیلی زیادی دارن. خب حالا گفتیم این کیف پول ها خب به دو دسته کلی تقسیم میشن: کیف پول های گرم یا سرد. اینا خودشون انواع مختلفی هم دارن. کیف پول های موبایلی مثلا مثل تراست ولت، کیف پول دسکتاپی مثل اتمیک ولت، کیف پول تحت وب مثل متامسک. من توصیهم اینه اگر میخواین موبایلی استفاده کنید تراست ولت گزینه خوبیه، اگر میخواین دسکتاپی استفاده کنید اتمیک ولت گزینه خوبیه، اگر تحت وب دارین استفاده میکنید متامسک گزینه خوبیه. و ولت های سخت افزاری یا ولت های سرد، لجر نانو ایکس که یکی از ولت های خوب بازاره که خودم ازش استفاده میکنم، نشون دادم بهتون، و کول ولت پرو هست، سیف بل هست و اینایی که حالا گزینه های خوبی هم. من خودم گفتم لجر نانو ایکس استفاده میکنم. اما کیف پول مناسب من چیه؟ من برم کیف پول سخت افزاری بگیرم یا نه از اون ولت های نرم افزاری یا هات ولت ها استفاده کنم؟ پیشنهاد من اینه اگر سرمایه‌تون تا 100 میلیون تومنه حتما یک ولت سخت افزاری تهیه کنید. یعنی ببخشید 100 میلیون به بالاه یک ولت سخت افزاری تهیه کنید. اگر زیر 100 میلیونه میتونید فعلا از این ولت های تراست ولت و نمیدونم متامسک و یا اتمیک ولت که روی دسکتاپ نصب میشن استفاده کنید. اما یه چیز خیلی خیلی مهم، اگر کیف پول نصب کردین حتما توی نگهداری سید
و کلید عمومی و خصوصیتون خیلی خیلی وسواس باشین. الان اینا رو توضیح میدم، نگران نباشین. سید چیه؟ شما دارین وقتی کیف پولتون رو نصب میکنید، خب اون کیف پول یه چیزی، همچین چیزی رو به شما میده. نگاه کنین، یه همچین حروفایی رو با ترتیب بهتون میده که شما باید اینو یک جا یادداشت کنید. نگاه کنیم به من، این جمله خیلی مهمه. شما حتما به این سیت هاتون لازم خواهید داشت اینا رو. فکر نکنین یه چیزیه که اینو نصب میکنید و اینکه تموم میشه میره. حتما اینو یه جای امنی بنویسید و یک جای امنی نگهداری کنین. کسی که ولتی داشته باشه، داره ازش استفاده میکنه، حتما یه روزی به این استفاده از اینا خواهد، یعنی شک نکنید که این لازمتون خواهد شد. اصلا شک نکنید که لازم خواهد شد. پس اینو یه جای امنی بنویسین و تو گاف صندوقی جای نگهداری بکنید که حتما لازمتون میشه. اینو بذار بگم بیشتر بازش کنم که چرا میگم لازمتون میشه. یه موقعی از خدایی نکرده شما اون ولتتون براش یه اتفاقی میفته، خب مثلا یا گوشیتون براش اتفاقی میفته یا لپتاپتون یه اتفاقی میفته. خب شما برای اینکه اینو بازیابی بکنید، خب حتما لازم دارید این کلمات کلیدی رو به ترتیب یه جای یادداشت کرده باشین و اون رو وارد کنین. یعنی اگه گم شد، برنامه پاک شد، من اگه این ولتمو خب از دست بدم، بشکنه یا هر چیزی، اگر یک لجر نانو ایکس دیگه ای بخرم، اگه این سید فریز هامو داشته باشم، وقتی دارم نصب میکنم به من میگه قبلا اینو نصب کردی، سید فریزاتو به من بده. اگه داشته باشم بدم، من به داراییم دسترسی دارم. اگر نداشته باشم دیگه به اون دارایی هیچ کسی دسترسی نداره. و این ما توی شبکه ها یک کلید عمومی داریم و یک کلید خصوصی داریم. کلید عمومی رو که نگه دارین، اصلاً به هیچ کسی ندین. 2 تا کلید به شما میده هر شبکه‌ای دیگه، کیف پول حالا ساخته میشه. یک کلید عمومی و یک کلید خصوصی. اون کلید خصوصیه رو نگه دارین و به هیچ کس ندین. هر کی هم ازتون این رو خواست، بدونید میخواد حسابتون رو خالی بکنه. اما یک کلید عمومی دارم، خب این کلید عمومیه رو میتونم بدم به هر کسی و ازش استفاده کنه. پس من اگه کیف پول نصب کردم، کلید عمومی و کلید خصوصی، نگهداری سید خیلی مهمه، خیلی 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 مهمه. خب من گام 6 رو برداشتم، با کیف پول ها هم آشنا شدم. حالا من برم همینطوری توی بازار فعالیت کنم، برم ببینم اصلا کلا چه فعالیتی میتونم انجام بدم، یا اینکه همینجوری برم فقط ترید کنم. متاسفانه اکثر کسایی که میخوان وارد بازار ارز دیجیتال بشن، روش‌های کسب درآمد از بازار ارز دیجیتال رو نمیشناسن. تنها چیزی که میشناسن ترید کردنه. اما روش کسب درآمد از بازار ارز دیجیتال فقط ترید کردن نیست. من مخالف ترید نیستم، من میگم اگه شما داری توی بازار فعالیت میکنی، از تمام پتانسیل این بازار استفاده کن. پس من لازم دارم که بیام روش‌های کسب درآمد از بازار ارزهای دیجیتال رو بشناسم. شاید یه موقعی هست، حالا من یه روش مخصوص خودم رو دارم، گاهی اوقات به یه جایی میرسیم که لازم داریم از روش‌های دیگه هم کسب درآمد کنیم. پس این لازمش اینه که من روش‌های کسب درآمد از بازار ارزهای دیجیتال رو بشناسم و از اونا بتونم کسب درآمد